لطفا خودتون معرفی میکردید؟ فیض‌الله برادزاده، دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. جناب برادزاده، از شما خواهش میکنیم که هدف و مقصد از سفرتون به جمهوری اسلامی ایران و شرکت در کنفرانس 27مین اجلاس کنفرانس وحدت اسلامی توضیح میدادید در چند جمله؟ باید تذکر دهیم که گروه کاری از جمهوری تاجیکستان در هیئت 4 نفر برای شرکت نمودن در کار 29مین کنفرانس بین المللی عاید به وحدت اسلامی عازم شهر تهران جمهوری اسلامی ایران شد. هدف از برگزاری این کنفرانس تشکیل نمودن واخوری دایره های وسیع عالمان کارشناسان از کشورهای گوناگون عربی و مسلمانی درباره بررسی نمودن مسائل بحرانهای کنونی در عالم اسلامی بود. همچنین مسرت بخش آن بود که در آغاز این کنفرانس بین المللی رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی سخنرانی بسیار پرمحتوا کردند. در ضمن این سخنواری تاکید گرده شد که عالم عربی و مسلمانی در وضعیت قرار دارد که باید امروز همه گونه اختلافات نظر و هنگامه های قدرتخواهی را یک سو گذاشته در مسئله یک سوال: آیا تضعیف یعنی ضعیف شدن کشورهای مسلمانی به منفعت مسلمانان است یا به منفعت دیگر کشورهای منفعتجوی این منطقه؟ در اطراف همین مسئله گذاری بسیار خلاصه و محاکمه های جالبی رئیس جمهوری ایران با سمع همه شرکتداران این محفل پیشنهاد کرده شد. از جمله در آنجا تاکید گردید که باید ما ناوابسته به منسوبیت مذهبی کشورهای گوناگون تمام اختلافات را یکسو گذاشته تمام دستاوردهای فقهی و تعلیماتی مذهبهای گوناگون از جمله طوری که تاکید گردید تعلیمات مذهب اهل سنت حنفی و شافعی و یا در مجموع تمام دستاوردهای پیروان جریان تسنن و تشیع را همه جانبه برای تکامل بخشیدن منفعت‌ها و دستاوردهای علمی و دینی مذهبی کشورهای گوناگون عربی و مسلمانی استفاده کنیم. البته در رفت این کنفرانس مسئله های تنظیم و هماهنگسازی در سطح بسیار بلند براهمانده شده بود. از روی اطلاع مدیر کل این همایش تقریبا نمایندگان 70 کشور عربی مسلمانی در آن شرکت داشتند. از جانب دیگر یک تعداد بزرگ از کشورهای افریقا و از کشورهای آسیایی حدود اوکیان آرام در این همایش شرکت داشتند. جهت دیگری بسیار مقبول این همایش عبارت از آن بود که در قسمت برگزاری جلسه های بخش ها یا به تعبیر آنها کمیسیون هایی که به 4 قسمت جدا شده بود، مسئله های گوناگون عاید به حیات مسئله های عمده گوناگون عاید به حیات امروزه مردم مسلمان موردی بررسی قرار گرفت. باید گوییم که در رفت برگزاری این جلسه همچنین از جانب برگزار کنندگان این همایش رئیس حزب ممنوع شده تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت شده بود و ما ندانستیم که با کدام غرض سیاسی و ایدئولوژی این راهبری حزب تروریستی ممنوع شده در پهلوی رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در جلسه عمومی جایگزین کرده شدند. آیا شما اعتراض خودتان را به مسئولین برگزار کننده این کنفرانس مطرح کردید یا نه؟ البته ما فکر و اندیشه خود و اعتراض خود را به مسئولین این همایشی برگزار شده بیان نمودیم و البته آنها از ما
بخشش و پوزش خواستند، ولی کار به جای خود رسید. یعنی منظورتون به جای خود رسید یعنی ما گمان کردیم که ما اصلا از برنامه مکتوب اطلاعاتی این همایش معلوم بود که این یک همایشی هست، همایش در مسئله وحدت واقعی جریان‌های مختلف مذهبی در عالم اسلامی به خاطر برطرف نمودن کمبودی‌های جدی که در هماهنگسازی و تفاهم متبادل کشورهای منطقه خاورمیانه وجود دارد، ولی اینجا مسئله تا اندک خصوصیت سیاسی و ایدئولوژیک کسب کرد. میشه شرح بدید اون خصوصیت ایدئولوژیک و سیاسی رو؟ مسئله معلوم است. خصوصیت سیاسی و ایدئولوژیک این یعنی نمایشکارانه اعتراض کردن که یعنی این گونه عقیده های غیر هم نسبت به موقع رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان وجود دارد. درست. حالا مسئله دیگر، چون که شما فرمودید حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، درست، فقط یک صحبت دیگر، اینجا حزب حرکت حماس که از جانب خیلی از کشورها تروریستی اعلان شده است شرکت دارند و خیلی از حرکت‌های دیگر، و نظر شما در مورد اونها چی است؟ ما میتوانیم هر گونه نظر در موردی از احزاب دیگر داشته باشیم، ولی مناسبت‌های دوستانه سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی، اقتصادی و حتی در ساحه اینوستیسی و مبلغ گذاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سطح بسیار بلند قرار دارد و ما در چنین عقیده ایم که این گونه به نظر ما رفتارهای نمایشکارانه در جلسه که حضور جناب آقای رئیس جمهور در آنجا پیش بینی شده است به منفعت رشد آینده دوستی دو کشور نخواهد بود. جناب دکتر سهرابی، با توجه به اینکه شما معاون امور اجتماعی مجمع تحقیق مذاهب اسلامی هستید، سوال آخرم این در مورد تاجیکستان بود. چون که شما شاهد هستید در کنفرانس هیئتی از تاجیکستان با سرپرستی مفتی کشور جناب آقای عبدالقادر زاده و همچنین رئیس کمیته دین حضور داشتند و از جمله رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان هم در جلسه شرکت ورزیدند و حضور رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در کنار مفتی تاجیکستان مقامات تاجیکستان را ناراحت ساخته و امروز هم اعتراضنامه خودشون رو تقدیم سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه کردند که چرا حزب ممنوع شده را در این جلسه رسمی دعوت کردن. میخواستم نظر شما رو در این مورد داشته باشید. همونجوری که من قبلا الان توضیح دادم خدمت بینندگان عزیز، من فکر میکنم که الحمدلله مقامات دولت تاجیکستان از عقلانیت بالایی برخوردارن. به نظر من ما یه مقداری باید ضریب تحملمون رو ببریم بالا. ما افتخارمون این هستش که همه بلندگوها در جمهوری اسلامی حرف میزنن، اظهار میکنن، مطالب میگن. ما به نظر من همین انتخابات هایی که در طول 30 ساله بعد از انقلاب داره شکل میگیره گویای این حاکمیت دموکراسی در این کشور هست. مردم امروز به اصولگراها رأی میدن، فردا به اصلاح طلبها رأی میدن، پس فردا دوباره برمیگردن. این به نظر من این انتخاب رؤسای جمهور در ایران اسلامی و انتخاباتی که ما در مجلس شورای اسلامی و در شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکم هست و شاهد هستیم در انتخابات خبرگان رهبری که ما 2 ماه آینده دوباره بزرگترین رفراندوم را در طول تاریخ خواهیم داشت. من فکر میکنم دوستان اگر عنایتی داشته باشن، یه مقداری از واقعیت ها مطلع بشن، یه مقداری از مجموعه مطالبی که به صورت تخصصی برای راهگشایی، برای رسیدن به یک نتایج مطلوب و سازنده نیازمند هستیم، امیدوار هستیم که دوستان ما عنایت داشته باشند و یه مقداری روابطمون گرم. خوشبختانه ما روابط بسیار خوبی با دولت محترم تاجیکستان داریم، تبادل هیئت‌ها، رفت آمد، گویشمون، آثارمون. دوشنبه کشور تاجیکستان کشور بزرگی است، دوشنبه یک شهر تاریخی است، برای ما مورد احترام هست. مقامات اون کشور را ما دوست داریم، علاقه داریم، ارادت داریم.
امیدوار هستیم که با تعاملاتی که در حوزه تقریب مذاهب اسلامی شاهد هستیم انشالله من بعد ما شاهد فروکش شدن این مشکلات پیش پا افتاده باشیم.